مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 اکتبر سال 2022 از آشکار شدن یک حادثه غارتگری که شبانه در پایتخت صورت گرفته است خبر داد. بنا به این منبع هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه فردوسی، یک جوان 18 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی سود شده است، این دفعه با گمان غارتگری دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات این جوان شب 22 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 22:30 در کوچه مشفقی با روی زورآوری و با تهدید کارت از دست یک جوان 17 ساله ساکن شهر دوشنبه تلفن موبیلی تمغه ریدمی نو را که ارزشش 1800 سومانی را تشکیل می‌دهد گرفته از جای حادثه غیب شده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. اکنون به این جوان بر اساس قسم دوم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان برای غارتگری یعنی آشکارا تصرف کردن مال و ملک غیر با استفاده از زورآوری یا تهدید استفاده چنین زورآوری همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می‌کند.